به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستای نهایت عزیز، درود بر شما. من میرویس هاشمی هستم و در این ویدیو میخوایم طریقه استفاده از برنامه کولدت یا ادوبیشن را بر شما آموزش بدم. پس امیدوار هستم که این ویدیو را تا آخر تماشا بکنین. دوستا و عزیزایی که علاقه‌مندی به برنامه آدیوشن دارن این ویدیو را تماشا بکنن تا باشد که چیز از این برنامه بیاموزن. در قدم نخست باید خدمت شما به عرض برسانم که برنامه کولدت یا ادوبیشن یک برنامه صوتی است و مختص به کارهای رادیو است. چه قسم؟ ثبت برنامه، ادیت یا ویرایش برنامه و همچنان در اخیر مکس کردن یا مخلوط کردن برنامه از برکت اینمی سافتویر یا نرم افزار برای ما شما امکان پذیر است. پس در قدم نخست باید خدمت شما ایره بگویم که ما در قدم نخست باید سافت یا نرم افزار برنامه آدیوشن را پیش خود داشته باشیم. ما از طریق انستالش که خیلی راحت و ساده هم انستال میشه برای شما از طریق از نقطه صفر این برنامه را شروع میکنم و تا باشد که چیز شما بیاموزین. میاییم در نخست نرم افزار یا سافت آدیوشن را پیدا میکنیم که از قبل باید در کامپیوتر با خود داشته باشیم. ببینید عزیزا، نرم افزارهای یا ورژن‌های بالاترش هم پیش ما است، اما به خاطر ای که امی 1.5 آدیوشن 1.5 برنامه نسبتا ساده تر نسبت به ورژن‌های بالاترش است، ما امیر انتخاب کردیم. برای شما در قدم نخست انستال بکنیم و بعدش وارد برنامه میشیم و ای که چی اتفاق میفته شما هم ویدیو را تماشا بکنید. میایم فولدر را باز میکنیم. اولین کار که میکنیم سریال نمبرش را یک کپی میگیریم چون نیاز میشه به ما. بله، زمانی که سریال نمبر را کپی گرفتیم میایم روی خود ستاپش نکست میگیم، باز هم نکست، US English اکسپت میکنیم و در جایی که از ما سریال خواسته است صرف سریال اد میکنیم یا اضافه میکنیم، پیستش میکنیم، کنترل V. این خانه های دیگر شما میتونین که خالی هم بگذارین و اگر نامگذاری هم کنین مشکل نداره. نکست میگیم، باز هم نکست. ببینید دوستا، بخش اسوسییت است و دونت اسوسییت. یعنی بخش اسوسییتش چی میکنین؟ شما تمام خانه خالی ها را شما سلکت یا انتخاب میکنین، بعدش نکست میگین، باز انستال. منتظر میمونیم و یس. هر مسیجی که میده شما میتونین اوکی بکنین، بعد ستاپ را کلوز میکنیم. میبینیم اگر در روی دسکتاپ آیکن ادوبیشن آمده بود خوب، در غیر آن در استارت مینو حتما آمده. در استارت مینو جستجو میکنیم. ببینید دوستان عزیز، در استارت مینو پیدایش کردیم و یک انتقالش بدیم برای دسکتاپ تا کار ما ساده تر شود. ببینید ادوبی آدیوشن 1.5 یا صفر که براتون نشان دادم. من ورژن بالایش هم پیش خود دارم، اما از ورژن ابتدایی یا ورژن ساده ترش برای شما شروع میکنم، چون زمانی که وارد برنامه میشین یا دسترسی پیدا میکنین یا بلدیت پیدا میکنین با ادیت کردن، ثبت کردن و همچنان مکس کردن برنامه در ورژن‌های پایین، باز ورژن‌های بالا را هم شما میتونین که به راحتی ازش استفاده بکنین، چون ورژن بالا نسبتاً مغلق‌تر و ورژن پایین‌ترش هست. من
امیر بنان براتون انتخاب کردیم. چی میکنیم؟ در قدم نخست چگونه وارد برنامه آدیوشن میشیم؟ رایت کلیک میگین، اوپن، یس میگیم، باز هم یس. در قدم نخست عزیزا شما بار خطا یا دست پاچه نشین. ببینید که یک تریلر یا یک اعلان خود کمپانی ادوبی است که اگر من برای شما پلی هم بکنم شما بشنوین. خب از این میگذاریم، کلوز میکنیم، دوباره باز میکنیم. زمانی که برای بار دوم، چون بار اولش همون اعلان خود کمپانی آدیوشن بود، میایم وارد برنامه میشیم. این صفحه اولی که باز میشه عزیزا صفحه ادیت میگن، به نام ادیت ترک یا ریکاردینگ ترک، که از دو بخش تشکیل شده. بخش طرف دست چپ که ما کرسر را گذاشتیم اینجا به نام ارگانایزر ویندوز میگن و این هم صفحه ادیت یا ریکاردینگ ترک میگن. یک ترک است عزیزا. چگونه میتونیم که صدا را در این صفحه ما ریکارد بکنیم؟ برای فعلا خب ما چیزی نداریم. بنابراین ما میریم به منوی فایل، نیو، که شما تماشا بکنین کنترل ان شارتکتش است. یعنی از طریق کیبورد هم شما میتونین که صفحه را باز بکنین. ببینید من کنترل ان میگم، باز هم میتونیم که وارد برنامه شویم و از طریق علامه ریکارد یا دکمه ریکارد شما تماشا بکنین. زمان همین دکمه سرخ زمان کرسر را رویش میگذاریم، در پایانش ریکارد نوشته میشه. شما ریکارد فشار میتین، این پنجره که کوچک باز میشه. این پنجره که باز میشه عزیزا، نماینگر عزیز یا برای ما همو نیو فارم است. برای ما یک مسیج میده که چگونه به کدام سایز شما میخواین صدایتان ریکارد یا ثبت بکنین. در رادیو معمولا 44100 و 48000 همین دو سمپل ریت یا اندازه صدا را انتخاب شده است، یا میشه بگیم که یک استاندارد قبول شده است که 48000 یا 44100 همین صدا را، اندازه صدا را انتخاب میکنن. مونو و استریو که بعدا مفصل براتون در موردش معلومات میدم ان شاء الله. مونو یک چینل است و استریو دو چینل. از این دو چینل ما یک چینل که عبارت از استریو است انتخاب میکنیم و در بخش رزولوشنش هم 8 بیت است، 16 بیت است و 32 بیت. ما 16 بیت را انتخاب میکنیم و دکمه اوکی را فشار میتیم. ببینید صفحه باز شد. امی که ما امی لحظه براتون برنامه را معرفی میکنم یا آموزش میتم، صدای ما در عین زمان ریکارد شده میره عزیزا. شما تماشا بکنین. اگر ما خاموش بشینیم ما یک مکس میکنیم، ببینید که چیز ما برای ریکارد نداریم. متوجه شدین عزیزا؟ پس خوب است که در عین زمان من هم طریقه استفاده از برنامه را برای شما آموزش بدم و هم شما جریان ریکارد یا ثبت شدن صدای من را هم در ریکاردینگ ترک یا ادیت ترک شما تماشا بکنید. پس چه خوب است که پیش از اینکه بپردازیم به کارهای بعدی برنامه، به طور خلاص و فشرده من به صفت یک گرداننده یک برنامه را برای شما اجرا میکنم که شما به همین طریق یا به طریقی که من این برنامه را برای شما ثبت میکنم یا ریکارد میکنم و مراحل بعدیش که عبارت از ادیت یا ویرایش است و بخش میکسینگ یا مخلوط کردن است. اینمی قسمه که ما برای شما این برنامه ساده را انتخاب کردیم. انانس میگم، انانس میتونم، ثبت میکنم، ادیت میکنم یا ویرایش میکنم و به تعقیبش مخلوط یا میکس میکنم. و اینمی طریق شما تمام برنامه ها را، یعنی هر برنامه‌ای که باشه، نه برنامه موسیقی، برنامه ادبی، برنامه آموزشی، برنامه فرهنگی، برنامه سیاسی، هر برنامه‌ای که باشه اینمی روال ثبتش است، بعدش ادیت میشه، متعاقبا میکس یا مخلوط میشه و بعد از نشر سپرده میشه. ولی در بخش برنامه‌های لایف و مستقیم چنین نیست. به خاطر از اینکه انانسر برنامه داخل استودیو میره و در وقت معینه برنامه را در آن زمان، یعنی از یک طرف انانس میده و از شنونده ها در بیرون و در هر جایی که باشه صدای شنونده را بباشین، صدای پرزنتر یا گرداننده برنامه را میشنوه. ولی در برنامه‌های ثبتی باید اینمی تای مراحل که من برای شما آموزش میدم باید سپری بکنیم. پس زیاد پر حرفی نشه عزیزا، ما به صفت یک گرداننده یک برنامه موسیقی را برای شما تحت عنوان 5 آهنگ برتر روز تقدیم میکنم. شما ببینید که کدام مراحل را در این برنامه ما، یعنی از برکت این برنامه ما میتونیم که
اجرا بکنیم که در قدم اول ثبت است، مرحله ثبت انجام میدیم و تعقیبش ادیتش میکنیم و در قدم اخیر میکس یا مخلوطش میکنیم. پس شروع میکنیم بخیر برنامه را. شما هم به صفت شنونده بشنوین و ببینین چون ویدیو است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستای نهایت عزیز، سلام بر شما. من میرویس هاشمی هستم و با تقدیم نمودن 5 آهنگ برتر روز از پاهنتون FM روی فرکانس 106.7 با شما خوبان هستم. دوستای نهایت عزیز، زیاد حرف نمیزنم و میریم و اولین آهنگ برنامه را میشنویم که یک آهنگ است به صدای البته آهنگای برنامه ناگفته نمانه که ذریعه پیام های مقبول شما انتخاب شده. اولین آهنگ برنامه به صدای شیرین فرهاد دریاست. شما و آهنگ فراموش نکنین که برنامه آغاز برنامه است و 4 آهنگ قشنگ دیگه در برنامه باقی مانده. پس تا آخرین لحظات برنامه با ما باشین. شما و آهنگ فرهاد دریا. دیدین دوستای عزیز، اولین آنونس برنامه ثبت شد. البته این صحبت‌هایی را که حالا ما به خاطر آموزش یا روشنی انداختن به برنامه برای شما یادآوری میکنم، این قسمت‌ها باز در ادیت ما براتون نشان میدم که از برنامه حذف میشه یا ادیت میشه، که باز اون مرحله ادیت است که براتون میگم. سراغ دومین آنونس برنامه میریم. خب دوستای عزیز، آرزو دارم که از اولین آهنگ برنامه که به صدای فرهاد دریا، هنرمند محبوب دلها بود، با هم یک جا شنیدیم و امیدوارم کیف کرده باشین. دومین آهنگ برنامه هم یک آهنگ هندی ریمیکس است که تقدیمتان میکنم. باز هم فراموش نکنین که 3 آهنگ قشنگ دیگه که شما از قبل انتخاب کردین در برنامه داریم که یک به یک تقدیم شما عزیزان میکنم. شما و آهنگ هندی ریمیکس. این هم آنونس دوم عزیزا. به همین سلسله برنامه خود ما ثبت کرده میریم. معمولا جریان ثبت برنامه اینمی طی مراحل داره عزیزا. سراغ سومین آنونس میریم. یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگم شنونده های عزیز پاهنتون FM. شما صدای مرا از امی استیشن پاهنتون FM روی فرکانس 106.7 FM میشنوین و من میرویس هاشمی برنامه 5 آهنگ برتر روز را تقدیم شما عزیزان میکنم. دومین آهنگ برنامه هم یک آهنگ هندی ریمیکس بود که با هم یک جا شنیدیم و سراغ سومین آهنگ برنامه میریم که یک آهنگ قشنگ است از سرزمین تاجیکستان به صدای شیرین صدرالدین نجم‌الدین. این آهنگ هم بشنوین و 2 آهنگ دیگه در برنامه باقی مانده، فراموش نکنین. خب عزیزان، اگر بگیم در اواسط برنامه قرار داریم، هم جا داره یک خسته نباشید خدمت تمام شما عزیزانی که در هر کجایی که هستین و شنونده برنامه 5 آهنگ برتر روز از پاهنتون FM روی فرکانس 106.7 هستین و رسیدیم به 4مین آهنگ برنامه که یک آهنگ پشتو است عزیزا به صدای ولی حجازی. آهنگ اتن. شما و آهنگ باز هم آخرین لحظات برنامه و آخرین آهنگ برنامه را فراموش نکنید. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان خوبان که برنامه 5 آهنگ برتر روز را با من میرویس هاشمی تا آخرین لحظاتش دنبال کردین و رسیدیم به آخرین لحظات برنامه که با نشر آهنگ به صدای اندی، هنرمند محبوب ایرانی. من با شما عزیزان خداحافظی میکنم. تک تک شما را به الله بی‌نیاز میسپارم تا فردا که باز هم من میرویس هاشمی خدمت شما عزیزان خوبان حاضر میشم در برنامه. شما را به خداوند لایزال میسپارم. وقتتان خوش. خدا یار و نگهدارتون.